عزیزان روزا، خیلی خوش اومده پیام امروز. ببینید که امروز چه پیامی برای ما داره. خب دوستان، پیام امروز در 3 قالب جمله برای ما خلاصه میشه و بعد بهتون بگم که امروز داره به ما میگه که عزیزان یک روز بسیار بسیار خوبه برای اون عزیزای دلی که مادر شدن. بهتون تبریک میگم به خاطر اینکه بچه شما و فرزند شما در تاریخ بسیار خوبی به دنیا آمده. خیلی خوش یمنه براش و آینده بسیار خوب و درخشانی خواهد داشت. و همچنین بعد بگم که دوستان امروز عشق‌های یهویی خیلی براتون پیش میاد و بعد بهتون بگم که بازم مبارکتون باشه. این عشق یهویی رو میتونید جدی بگیرید، برخلاف حال موارد دیگه که میگفتم امروز حواستون باشه عاشق نشید و اینا، ولی این عشق و پیوند بسیار بسیار زیباست. و همچنین عزیزان یک پیام دیگر که امروز برامون داره خیلی مهمه، داره بهمون میگه که شما در راستای هدفتون خیلی نزدیکید به اون چیزی که میخواید برسی، اما دارید دچار خستگی میشین، دارید دچار دل سردی میشید. این کارو نکنید، فقط یکم دیگه مونده که بهش برسید. بهتره بگم تا کمتر از 3 وعده دیگه به اون هدفی که میخواین میرسی و لطفاً تلاش کنید که تو این هدف براتون بسیار بسیار انرژی خوبی هست. یعنی اینقدر این انرژی خوبه ها که مثلا نمیتونم براتون در واقع تفسیرش کنم، اینقدر که فوق العاده است. و مهمتر از اون بعد بگم که شما یک سری حمایت های معنوی رو هم در این زمینه خواهید داشت، اما به شرطی که هدفتون رو ول نکنید. و یه سری از دوستان بعد بهتون بگم که شما دارید دنبال یک سری از اهداف بیهوده میرید، لطفاً حواستون باشه شما مسیرتون یه چیز دیگه بوده اما گم شدید. پس امروز روز بسیار خوبی برای اینکه هدفتون رو هم شما پیدا کنید، چون اگه شما هم هدفتون رو پیدا کنید مثل دوستان دیگری که در راستای رسیدن به هدفشون هستن و بهشون گفتم پر از انرژی خوب براشونه، برای شما هم خواهد بود. عزیزان دل، من براتون هر روز پیام‌های روزانه میذارم. اگر که دوست داشتید میتونید ساب کنید تا این پیام‌ها به دستتون برسه. با لایک ها و کامنتاتون منو حمایت کنید. برترین انرژی ها نصیب دل شما.